پایم ز کار و افتاد آنگه به سر دویدم تو یک صدای پایت زانسوی در شنیدم جستم تو را ندیدم کی بود؟ با کینه به در سرا کی بود اما؟ منم سلام بله سلام علیکم مشتری ماما خوبه دلم سلام میشم بیا جان جوره خیر سلامت باشی. خوبه سلامت. آقا جان شما سرایم بله آقا جان شما سرایم پیرمه پیار شما نه برفتم به شهر رفتم من نشناختی نه برارمه من باجی پیرتونم آها شما باجی پیار منه آه زنده باشیم واسه ما تا به پیار خب باجی پیاری ندیدم ندیدیم ادیوت بدیدیم خوب شد که والا بدیدیم شما تو کجا بدیم من به ایران بودم ولی از ایران دیم آدم چند وقت نمیشه خب آه خب باشه بفرمایید یالا کن باشه من بگم یالا یالا بابا کجا رفتی؟ بفرمایید ماما جان بفرمایید یالا یالا خب پا دیگه شما ماما جان قوما مانیم دیگه ما بیامون کردم قوما که من که اول گیرم اینا چه کاری شما نه ای به چی منه اسمی چیه عباس عباس آه پیار منم ها بفهمیدی؟ بیامون کردم قوما خود خبر بگیرم دیگه شما از اون وقتا لکه به ایران بدیم ها لکه به ایران بودم چه کاری بالین گفتین باجی آقاتونو باجی پیار منیم ها خوب اگه پینیه دیگه ناله بابا چانس شما من بچه باجی پیار تونم درسته دیگه صحیحه ما این برای خود شما با ما هفته بشینیم بریم اینجا بشینیم دیگه ها بریم پیار من میام حاله میایم دیگه تو بازار نمیایم اینا برفتم به چیز رفتم به راه دوری اکا جان بله. شما بیایم اینجا بشینی که من اینجور من پاک کنم اینجا به هفته بشینیم دیگه ما هم اینگار کنیم اینجا به پیش شما شیشتی من استر بشینیم بابا کمو برین دیگه بابا این بر بشینی که او بر خار داره این برم خور سبه کنی خارات پاک کنم بس کنین دست خود کاکا کاکا خیلی بری بشین بشینین کاکا چیگا پایه قراری شنی دیگه بله میشنی دیگه شکر یاری نگو بله بیل دیگه نداره که من خودتو کمک کنم نه ماما جان نه شما از ایران آمدیم میمونیم خوخم نداره که از ایران آمدم من کار میکنم پیار من امرو برفتم به ولسوالی دور به طرف پشت زرغون چی خاطر رفتم؟ وقت رفتن که عروسی دارم امشب هم عروسی هم اینجا سبا چاشتم شاید پس سبا بیایم خوب ها خیر ما تو پس و میگه این دیگه آنه برار من بیام کجیه بده قیما بفهمیدیم ماما این کار غلم نکنی نه ماما جون نه اینجا پا بسیاره باور کنی ما مگذر شاید میام سای ما با مای 30-40 تا گسمان بکشه همون زد پا بوز است که چی بگم خلاص نشو خلاص شد یا نه بابا از این سلام علیکم اینا که نه بله اینا که نه اینا که هست شو خاله خسور باجی پیار منه شو خاله خسور باجی پیار منه نه شما چی گفتی ماما باجی آقاتون پیار من منه بچه باجی من پیار خور آقا نمیگی چی عجب کردی طرفا دیگه میرسیم به خدمت دیگه این که به شما معرفی کنم ماما جان چیکار شما ای برار منه برار بله یا
اینا هم که هستن برا کلون منم. آفرین. خوبه پس. اسم دی چیه؟ کجی. من مکیجی. هجیر. ولاد ماما غلام قوس آشپز. چی عجب از این طرفا ماما؟ ولی خودی از اینایون. بخت رخت نکنم. اینا میگم ما از ایران آمدیم. رد ما خب شدیم به خبرگیری آمدیم. کیان وای. ایتا میبینید که کار میریده والی ما. نه ماما جان ببخشید شما وقتی میل خود تکندی. بابا خیلی سب کنید. وای. سب کنید شما تکندم. پس کنید. نه نمیشه. نه. گیلر خودی بیل آدم میمون خود تا کنده دی. ایوه نه دیگه کاکا. شما به ایران مونده چی چی کاری که به من کیفه کار داشتی؟ کنم. بله. مونده چی که کار کنم. نه. گیلا ها. بیا که به تو یک کلمه کاری دارم. بیا. بابا چقدر دادی خورده. نه بابا یه گوجه بیم چلچله. گیلا ها. چرا در وا کردی اینا کینا؟ ها؟ چرا در وا کردی اینا تو را دادی؟ خب من چی میفهمیدم اینا گفتم. آخه اینا ما و تو رو مخسره میکنن تو چه کن میگم من باجی پیر تو رو با هم پیر ما باجی از کجا آورده؟ تو چرا اینا را دادی؟ چی میفهمیدم 10 سال بیامدم گفتم ما از ایران آمدیم بیامدیم که با تفریح قوما رو دیدن کنیم. سرکلی اینا وقت اینا از کشندن تمادن تو چیکار کنیم؟ صحبه بکن من امرو برای از اینا یک شروعای پخته نکنم که ایت به زندگی از اینا ایت یاد از اینا نره. یعنی چاش بسته کن. خود گال که بیامدم بس تکم دیگه توماتانا خب کو پولامو تو کار نداشته باش تو دلنی هم باش مپول شوروا تیار میکنی. شروعای برای از اینا تیار کنم که ایت تا خیشت لد بپینه که از اینا نخور حیاد از اینا نره. بریم برو یک ترمو چای هم برده بیا. برو خب بده که بعده. خب هنی من میرم تو مجید. لیلی جان مرا کشتی برمان به این قشلاق نمدی وای هنی به شما چایم بیا خوش آمدین دیگه. دل مر کردی ویران بابا دیرتر میخوری حاله. چشمی سیاه زاغت پیر نبینه داغت چشمی سیاه میمونا گفتم با ما بخونیم باجی پیر من گفتم بخونن بخونی آفرین بخون که صد متر چشمی سیاه زاغت پیر نبینه داغت پیر ببینه بخاکه ماما من نبینه لیلی جان نه کدگه یک وجیبی بغدا که بخونه دیگه لیف داری تو هم از دور تو میایی خنده کنم میایی نقشه کشم به دیوال همین رقم از کجایی میگم خب کار بریخت. نه این نقشه کشم میه به دیوال سر نارامدی باشه شکاره مدی مکتبم برفتی. بله یا 18 سال سر نارامدی باشه شکاره مدی باشه ربابه کردی وا کردی باشه را وا کردی چشمش به گریان آمد میگه 18 سال درس خوندم تو چرا پس وزی روزگار افتادی کار میکنی خدا برارم موضوع کشمیشی خود شما خبر داری پس کنیم اشتباه کشمیشی چی رقم آه باید الان تو رشته دکتری نون سکو برو غذا سکتیا شده که برای نون خورین دیگه نون مایی امالت گوشنه آماده گوشنه اوه تیار با شده ها تیاره بله. آمادیه ماما بفرمایید که بریم خونه بفرمایید بریم بفرمایید. بیاین باجی پیار می بیاین بریم بابا. بخیر باسیم بیای بیاین ماما جان بیاین